اولین چیزی که از من بپرسن میگن مثلا مالک رحمتی چی دربارش میگی؟ میگم این آدم یه آدم جدی بود، کار رو خیلی جدی گرفته بود، خدمت رو خیلی جدی گرفته بود و این خیلی چیز مهمیه. ما آدم‌هایی که خودشون مستحکم میشن و به اقتضای این استحکام کار رو جدی میگیرن و کار رو از آب در میارن، از این حیث یک تأسفی باید بخوریم که یکی از امیدهای آینده نظام و کشور از دست رفت. من خاطرم هست در ریاست جمهوری بحث این بود که مالک بیاد تو دولت، و مالک تو دولت نبود دیگه، بحث این بود که آیا میپذیرن مثلا ایشون بیاد در قامت استاندار آذربایجان. تردیدهایی بود که بالاخره ازشون سنشون جوونه، بعد آذربایجان شهری جای مهمیه، استان مهمیه. صحبت این بود که نه، بعیده که هیئت دولت تن بده به استانداری یک جوان، اونم تو این استان. ولی عجیب بود که آقای شهید رئیسی رحمت الله علیه خیلی خوب اعتماد میکرد به جوانان انقلابی ابتدایی و کار رو میسپرد و حمایت